سلام دخترا، سانا سالی هستم با یک ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتونم. توی این ویدیو میخوام راجع به ماکرو شیدینگ با هم دیگه صحبت کنیم. بریم که با هم ویدیو رو ببینیم. خب دخترا، کلاً ماکرو شیدینگ چیه؟ برای چه افرادی استفاده میشه؟ موندگاریش به چه صورته؟ کلاً به چه روش‌هایی انجام میشه؟ این سوالاتی بود که از من داشتین. میخوام توی این ویدیو به همه سوالاتون جواب بدم. ماکرو شیدینگ به دو روش انجام میشه. شیدینگ به روش منوال و شیدینگ با دستگاه. شیدینگ به روش منوال با قلم ماکرو بلیدینگ انجام میشه و خیلی سطحیه. ولی شیدینگ با دستگاه یه کوچولو عمقش بیشتره و موندگاریش هم نسبت به شیدینگ به روش منوال بیشتره. ولی در کل برای چه افرادی مناسبه؟ یعنی نکته مثبتش چیه؟ افرادی که پوست چرب دارن، ماکرو بلیدینگ روی پوستشون جواب نمیده. اینجور افراد میتونن به راحتی از روش شیدینگ استفاده کنن و موندگاری کارشون رو ببرن بالا. پس موندگاری شیدینگ حتی برای پوست‌های چرب هم خیلی عالیه. حالا به چه صورته؟ به صورت نقطه نقطه است. به صورت پیکسل پیکسل و یه حالت مخملی به ابرو میده. حتما خودتون موقعی که آرایش میکنین یه جاهای خالی توی ابروتون هست، اونا رو میای با یه سایه پودری پرش میکنین. همون کار رو ما توی تتو بهش میگیم شیدینگ ابرو و با روش‌های مختلف انجام میشه. حالا شیدینگ ابرو یه کوچولو عمقی تر از ماکرو بلیدینگ هستش، پس موندگاریش هم بیشتره. و اینکه برای چه افرادی مناسبه؟ برای افرادی که پوست چرب دارن، برای افرادی که ماکرو بلیدینگ روی پوستشون اثر نداره و یا زود از بین میره، بهترین کاندید برای ماکرو شیدینگ هست. حالا حتما توی ویدیوها دیدین ابروهایی که یه حالت مخملی دارن و به اصطلاح دوم ابرو تیره تر از نوک ابرو هستش. هرچی به قسمت تاج ابرو نزدیک تر میشیم کم رنگ تر میشه، یه حالت آمبره به ابرو میده. اینا شیدینگ ابرو هن. حالا ظاهر ماکرو شیدینگ چیه؟ ظاهر ماکرو شیدینگ یا همون آمبره ابرو حتما توی ویدیوها و عکس‌ها دیدین. از انتهای ابرو یه حالت نقطه نقطه و پیکسل پیکسل هستش و تیره تره. هر چقدر میاد به سمت تاج روشن‌تر میشه و حالت آمبره به ابرو میده. اون آمبره‌ای که ما روی مو هستش و هایلایت مو داریم، همون کار انگار داریم روی ابرو انجام میدیم. دوم ابرو تیره تر، هر چقدر به سمت تاج ابرو میایم روشن‌تر میشه. حالا چرا میگیم پیکسل؟ چرا میگیم نقطه؟ به خاطر اینکه میخوام ماهیت یا اون ذهنیتی که از خطوط دارین تو کار ماکرو بلیدینگ کلاً بذارین کنار. چون توی کار شیدینگ ما به روش نقطه نقطه، به روش پودری یا به اصطلاح یا به همون روش مخملی این کار رو انجام میدیم. خب حالا اصلی ترین نکتهش چیه؟ اینه که ما باید دستگاهی رو انتخاب کنیم که توی سرعت پایین هم کاشت رنگ بالا داشته باشه. چرا؟ چون توی کار ماکرو شیدینگ ما باید سرعت دستگاه رو روی به پایین بذاریم، ولی سرعت دست ما باید بالا باشه. یعنی سرعت دستگاه پایین، سرعت دست ما بالا، تا اون نقطه ها خیلی قشنگ و به صورت نقطه نقطه و پودری روی ابرو انجام بشه. توی ماکرو بلیدینگ ما خطوط رو داریم، ولی توی ماکرو شیدینگ ما به صورت نقطه نقطه و پودری داریم. این باعث میشه که یه حالت مخملی و یه حالت قشنگی به ابرو بده. نواقص ابرو رو توی ماکرو بلیدینگ ما بیایم با خطوط پر میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه سری خطوط میکشیم به همون خواب ابروی مشتری. ولی توی ماکرو شیدینگ ما کلاً به خواب ابرو خیلی کاری نداریم، چون یه حالت مخملی میخوایم به ابرو بدیم و به صورت نقطه نقطه میایم روی ابرو ما کار میکنیم. حالا یه نکته، چه روشی بهتره که برای پوست‌های چرب انجام بشه؟ اول ویدیو بهتون گفتم این روش ماکرو شیدینگ خیلی مناسبه برای افرادی که پوستشون چربه. ولی اگر میخوایم که یه کار خیلی قشنگتر برای این افراد انجام بدیم، میتونیم دوتا روش رو با همدیگه تلفیق کنیم. یعنی چی؟ یعنی قسمت تاج که گفتم کم رنگ تره و اون تراکم پودرامون میتونه کمتر باشه، بیایم از روش ماکرو بلیدینگ استفاده کنیم. یعنی حالت هاشور بزنیم، هر چقدر به دوم ابرو نزدیکتر میشیم اونا رو برداریم و شیدینگ بکنیم. به چه صورت؟ کلا یه ابرو رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم.
قسمت اول که قسمت تاج ابرو هست و میایم به روش ماکروبلیدینگ و خطوطمون رو میندازیم. 2/3 بقیه ابرو رو میایم به روش شیدینگ میزنیم. اینو میگن میکروی تلفیقی از ماکروبلیدینگ و ماکرو شیدینگ برای افرادی که پوست چرب دارن، میخوان ظرافت هم داشته باشن، میخوان یه کاری بکنن که خیلی طبیعی باشه. توی قسمت تاج از خطوط استفاده میکنیم و توی قسمت دوم رو به متوسط ما کار شیدینگ رو انجام میدیم. خیلی مناسبه برای افرادی که پوست چرب دارن و موندگاریشون پایینه. با این کار ما براشون یه کار طبیعی انجام میدیم با موندگاری بالا. خب دخترا، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. آدرس اینستاگرام ما میاد این پایین، حتما فالو کنین. اگر سوالی داشتین و دوست داشتین که ویدیوهای بعدی راجع به اون باشه، برام حتما توی کامنت بنویسید. همه کامنت ها رو میخونم، به تک تک اونام جواب میدم. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.